این سوالو ازتون بپرسم که دیگه مجراشی همچنان موقعیت هست برای الاهلی عربستان. ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده میکنن و دروازه النصر باز شد. بنتو کرسکی که مقبوبه جلوتر رفته فرانک کسیه مرتکب یک اشتباه مرگبار شد و گل دوم برای النصر. النصر گل دوم. یه بار دیگه یه ارسال بلنده دیگه اشتباه بنتو دروازه النصر باز شد. ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. خیلی مسلط. چرا کریستیانو رونالدو رو مشاهده می‌کنید دولی رو داره با مندی. رونالدو ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. ارتش رونالدو فروکش نمیکنه. همچنان جا میخواد. فرانک کسی ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل. مارسلو بروزوویچ ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. پنالتی رو با پای چپ بزنه ریاض مارز پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. گفتم مسلطه. خود جو فلیکس ضربه رو میزنه و توپو گل میکنه. پاسخ پنالتی خوبه. ریاض مارز رو داد بدون توجه به سر صداها پشت توپ قرار گرفته. فراز پنالتی رو میزنه و نزدیک بود بنتو توپو بگیره که موفق نشد. عبدالله خیبری پنالتی رو زد و مندی گرفت. مندی پنالتی خیبری رو گرفت. الان دست بالا رو در اختیار دارن شاگردان ماتیاس یایسله. گالنو خود گالنو ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. شاگردان